دید بالا مقام ببندیم. همینک رهبر محبوب قلوب ملت ایران و نوح کشتیبان انقلاب اسلام جهت اقامه نماز بر پیکر سید الشهدای خدمت و یار وفادار و ولایت مدار رهبری شهید سید ابراهیم رئیسی، امام جمعه محبوب و معتبر تبریز و وزیر امور خارجه مجاهد و فعال و استاندار انقلابی متدین آذربایجان شرقی و جانفدای انقلاب اسلام و گروه پروازی در دانشگاه تهران حاضر شدند. سلام الله علیک آقا جان، سلام و سرسلامتی مردم ایران به محضر شما. الصلاة 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 الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على أحد من أوليائك وعبادك الصالحين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر. اللهم إن هؤلاء المسجين قدامنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك نزلوا بك وأنت خير منزول به. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا وأنت أعلم بهم منا. اللهم إنهم وإنا لا نجيرهم ولا يجيرنا منك أحد فلا نجد من دونك ملتحدا. اللهم اغفر لهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم ارحمهم، اللهم احشرهم مع محمد وآل محمد، اللهم أعل درجاتهم في العليين وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر الله أكبر. رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات. همینک وداع رهبر محبوب و عزیز و بزرگوار انقلاب با رئیس جمهور شهید، امام جمعه شهید، وزیر امور خارجه شهید و استاندار انقلابی شهید و همراهانشان عرضه می داریم آقا جان
سر شما به سلامت که شما نوح کشتیبان و امید ملت ایران و جهانید. همه با هم حسین حسین شعار ما، شهادت افتخار ما. این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. ای پسر فاطمه تسلیت تسلیت. خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست. من تقاضا دارم از عزیزانی که در خیابان قدس و خیابان‌های اطراف به سمت میدان انقلاب مبدأ تشییع پیکر شهدای خدمت تشریف فرما میشن، با متانت و آرامش از خیابان‌های نامبرده به سمت جنوب و خیابان انقلاب حرکت کنند. ازدحام جمعیت مشتاقان و دلدادگان این سید بزرگوار، سید محرومان و سید شهیدان اهل خدمت همه آمده اند برای تجدید بیعت. مسیر تشییع پیکر ابدان شهدا از میدان انقلاب و سپس مراجعت به مشهد مقدس و تشییع با شکوه انشاءالله در مشهد مقدس و آرمیدن آن بزرگواران شهیدان خدمتی که تا لحظه آخر لباس خدمت کفن آنان گردید، در کنار و جوار حضرت سامن الائمه آرام خواهند گرفت. من تقاضا دارم، این رو مؤکداً عرض میکنم، در هنگام خروج از دانشگاه و خیابانهایی که منتهی به خیابان انقلاب می شود و میدان انقلاب مبدأ تشییع ابدان شهدا، عزیزان با آرامش، با طمأنینه انشاءالله حرکت کنند تا خدای ناکرده اتفاقی رخ ندهد. پیکرهای مطهر بر بال ملائک و بر دوش مردم ایران امروز تشییع خواهد شد برای قدر شناسی از خدمت 33 ماهه رئیس جمهور محبوب و شهید و عزیز. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. چشمان ما اشکبار است و دلهای ما محزون، اما در کنار این شهید با او عهد میبندیم که لحظه ای پرچم خدمتی که برافراشته بر زمین نخواهد ماند. وداع با سید ابراهیم رئیسی، وداع با آیت الله سید محمد علی آل هاشم، وداع با شهید حسین امیر عبداللهیان، سردار شهید سید مهدی موسوی و شهید والا مقام مالک رحمتی، استاندار قهرمان انقلابی، شهید والا مقام سید طاهر مصطفوی و شهید والا مقام محسن دریانوش و شهید گرانقدر بهروز قدیمی. کاروان شهدا از جنس سادات بر روی دستان شماست. فریاد میزنیم یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. قطعاً و یقیناً همه مردم جهان خصوصاً بدخواهان بدانند که در حرکت خدمت رسانی و تعالی این نظام وقفه ای ایجاد نخواهد شد، چرا که رهبر عزیزتر از جانمان فرمودند و مسئولین دوشا دوش هم در کنار شما مردم برای خدمت گذاری حاضرند و در مسیر خدمت سید ابراهیم رئیسی تلاش بیوقفه می کنند. فریاد ما این است امروز دشمنان ما بدانند که سید ابراهیم رئیسی
عاشقانه مشتاق بود تا اسرائیل را از روی زمین بردارد. فریاد میزنیم در کنار پیکرش: مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. مثل کوهی روبروی هرچه ظلمت ایستاد، خالصانه صادقانه مرد خدمت ایستاد. افتخارش خادمی حضرت سلطان طوس، با شعار یا رضا او رأس دولت ایستاد. التیام درد مردم شد، تمام قصه اش حل سیل درد و غمها داشت. زحمت ایستاد، مردمش را بر ریاست صندلی ترجیح داد. این بیابان آن دهستان پای ملت ایستاد. مردم گواهی می‌دهیم در مصاف انتقاد دشمنان و دوستان خم به ابرویش نیامد، پشت امت ایستاد. آبرویش را برای اعتقادش خرج کرد، پای حرفش پای دردش کرد همت ایستاد. آری بی توقع با صداقت عاشقانه کار کرد. پای رهبر پای کشور اوج عزت ایستاد. مرد زحمت مزد زحمت را گرفت از دست مولایش رضا، مزد زحمت را گرفت از دست مولایش رضا. روز خدمت در حرم در خون غیرت ایستاد. وداع میلیونی مردم ایران دیروز در تبریز و شهر قم، عاشقان او در تهران و امروز و فردا در مشهد مقدس. پس از 33 ماه تلاش بیوقفه و خستگی ناپذیر و بسیار مؤثر در امر سکانداری دولت ایران اسلامی، جهاد او با مزد شهادت پایان یافت و ما امروز برای تقدیر از مقام او آمده ایم، برای تجلیل از زحمات او آمده ایم تا بگوییم سید ابراهیم راهت ادامه دارد و ما مردم قدر شناس زحمات تو هستیم. ندای عاشقان برای تسکین قلبمان، همه یک صدا: یا حسین، یا حسین، یا حسین.